امروز 13 اپریل است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت میکنیم. داستانی نآمد. نخستین مرافع دادگاهی دلیر شریفов خبرنگاری توجیک به تأخیر افتاد. اعلان رژیم اجازت ناموی در مسکو مهاجران را نه تنها به جای کار بلکه به مکان زیست نیز گذاشت. فعالان حقوق مهاجران تا حد امکان کمک می‌رسانند. و کسایی که آمدن و از مرکز کمک گرفتن ما را شمارش نکردیم. و عکس صدای کرانتین خانواده‌های مهاجران مهنتی در تاجیکستان میگویند بودجه اولیوی آنها زیان دیده است. و تکیه به فرزندم دارم که این برهان اقتصادی، یعنی که این وبای عصر ای بین برود. نخستین مرافع دادگاهی دلیر شریفov خبرنگاری توجیک تا 15 اپریل به تأخیر افتاد. این هم در حالی است که امروز خبرنگاران زیاد و فعالان جامعه شهروندی در نزد دادگاه نویه شاه منصور جمع آمده بودند. در آستانه برگزاری مرافعه سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر یک بیانیه رسمی اتهامات افراطگرایی به ضد دلیر شریفov را پوچ خوانده از حکومت تاجیکستان خواست خبرنگار را فوراً رها کند. تفصیلات بیشتر از مولا رجب یوسفی و امردین علیموف. مرافع دادگاهی دلیر شریفov خبرنگار تاجیک که باید امروز بعد از ظهر 13 اپریل در دادگاه ناحیه شاه منصور برگزار می‌گردید بر روز دیگر مانده شد. مسئولین دادگاه ناحیه شاه منصور رسما نگفتند که سبب به تأخیر گذاشتن مرافعه چی است. امروز به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور روزنامه‌نگاران زیاد و فعالان جامعه شهروندی آمدند تا در مرافعه دلیر شریفov اشتراک کنند و تا حال معلوم نیست که مرافعه دلیر شریفov کشاده برگزار می‌گردد و یا اینکه پشت درهای بسته. مسئله کشاده و پوشیده بودنش این صلاحیت سود است. نه که با فکر من که یگون وابستگی به سیر دولتی و به چیز وابستگی ندارد و اصلاً صلاحیت سود است. دلیر شریفov روز 28 ژانویه سال جاری از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شد و روز 4 اپریل دادستان کلی تاجیکستان پرونده او را برای بررسی به دادگاه ناحیه شاه منصور ارسال کرد. دلیر شریفov به برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی ایبدار می شود. اتهامی که خود او و نزدیکانش رد کردند. از روی این اتهام، یعنی قسم اول ماده 189 کودکس جنایی که بر اساس این ماده نسبت دلیر شریفov پرونده باز شده است، بر خبرنگار تاجیک تا 5 سال زندان تهدید میکند. چندین سازمان‌های حامی حقوق انسان از حکومت تاجیکستان بارها طلب کردند که دلیر شریفov را آزاد کرده حقوق آزادی بیان را برای مردم تامین نماید. در برابر روزنامه‌نگاران اینچنین چند فعال حامی حقوق انسان از جمله آین‌الحال بابانظر و رئیس سازمان پرسپکتیو و پیلوس نیز به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور آمدند تا از حق دلیر شریفov حمایت کنند. من فکر میکنم که اگر عدالت سود در تاجیکستان باشد او باید حتما آزاد کرده شود و شخصا من قریب که بسیار مقاله هایش را خواندم. در یگان جا یگان نشانه جنایی ندیدم. من حقوق‌شناس هستم، بنابراین هم در یک شرایطی که حضور تمام دنیا بسیار در شرایط وزنین است، میلیون ها آدم ها مرده ایستاده‌اند و امروز باید سیستم سودی تاجیکستان اقلاً یک عائله را خرسند کند. روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی که امروز به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور آمدند میگویند هدف آنها از آمدن به اینجا دستگیری دلیر شریفov میباشد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. شهرداری مسکو و 13 اپریل کرانتین وابسته به سرایت کرونا ویروس را شدیدتر کرد. جاری شدن کرانتین در پایتخت روسیه شماری زیادی مهاجران کاری و شرایط بود و باش آنها را طاقت فرسا نموده است. از دیروز به این طرف صدها مهاجران را از محل ساختمان با اتوبوس بیرون کردند. رادیو آزادی این شب روز از مهاجران ده‌ها شکایت دریافت می‌کند و آنها عرض دارند که با از دست دادن جای کار درآمد نیست و قسمی حتی برای خریدن خوراکواری هم پول ندارند. همکارم عبدالله اشورов عرض مهاجران را شنید، با مقامات و حامیان حقوق مهاجران هم صحبت داشت و حالا با ما در استودیو است.
عبدالله سلام و نخست بگو شکایت مهاجران اساساً از چی است؟ سلام شهلا. شکایت مهاجران کاری را در این شب و روز با 3 عباره می شود خلاصه کرد: بیکاری، بیپولی و گاه گرسنگی. سرسانی مهاجران در شهر مسکو از این روز باز بیشتر شد، چون سر از امروز حکومت شهر مسکو رژیم حرکت با اجازت نامه و یا خود پروپوسک را جاری کرد. بنابراین در شهر مسکو کار در ساختمان ها متوقف شد و از این رو یک بخش بزرگ مهاجران هم بیکار و هم به جای زیست ماندند، چون که اکثر مهاجران بیناکار در محل ساختمان و یا نزدیک به آن زندگی میکنند. با همین بچه ها نگاه کنید ما موندیم در اینجا کجا بریم اینا هم کیس بلند هم یا بچه 500 دلار خاطی مونگا نمیذارن دیگه کیسه ده 20 و 15 روپیه دیگه تمام موندیم حیران نه پاکت مونده خلب داریم 5 نفریم. در 2 روز گذشته 10 پیام به این مضمون به عنوان رادیو آزادی از مهاجران رسید. عبدالله، آیا مقامات تاجیکستان، گروه‌های خیرخواه و یا فعالان جمعیتی به مهاجران یگان کمک رساندند؟ شهلا، مقامات در این شب و روز به مهاجران تنها توصیه می‌دهند که محل زیست خود را ترک نکنند و طلبات مقامات محلی را رعایت نمایند. خدمات مهاجرتی تاجیکستان به سوال آنه که آیا در این شب و روز دشوار برنامه کمک به مهاجران را دارد و یا در فکرش هستند نخواستند پاسخ گویند، اما فعالان حقوقی مهاجران تحت رهبری عزت امان به مهاجران یاری در شکل مواد خوراکواری رسانیدند، اما معلوم که آن هم همه را نمیتواند فرا بگیرد. ما یعنی تیم کاری ما حدوداً به 272 خانواده، یعنی حجره به حجره، کوارتیر به کوارتیر، از روی همون لیست یا همون روی خطی که ما از یوتیوب دریافت کردیم کمک رساندیم، فقط خانه به خانه. و کسایی که آمدن و از مرکز کمک گرفتن ما ایرا شمارش نکردیم متاسفانه، یعنی تعداد معینش ما نمیدونیم، شاید 1000 یا 2000 نفر آمده کمک دریافت کرده باشند. با جاری شدن رژیم اجازتنامه‌ای گشت و گذار در مسکو، تقسیم کمک در شکل مواد غذا در کوچه‌های این شهر اکنون ناممکن شد. در همین حال برخی از سیاستمداران در روسیه از حکومت این کشور طلب دارند که مقامات تاجیکستان را وادار سازند تا مهاجران خود را باز پس برند. از جمله سرگئی میتروخین، یکی از فعالان حزب یبلوکا، از حکومت روسیه چنین دعوت به عمل آورده است. فهمم. تشکر عبدالله. ضمناً روسیه امروز اعلان کرد که در دوام یک روز 2558 حادثه نوی گرفتاری با ویروس کووید 19 ثبت شده، رقم عمومی بیماران به بیش از 18000 نفر رسیده است. نگفتن نماند که تفسیر کرونا ویروس نه تنها روسیه را برای اعلان کرانتین وادار کرد، بلکه کشورهای دیگر نیز به مثل ترکیه و امارات متحده عرب، امریکا و اروپا، خلاصه قریب اکثریت دولت‌ها چنین وضعیت را دارند. هرچند در تاجیکستان رسما ویروس کرونا ثبت نشده است، اما پیامد آن در دولت‌های عالم به مهاجران تاجیک در آن کشورها و به پیوندان آنها در تاجیکستان تاثیر خود را گذاشته است. آرزوی کریم گزارش می‌دهد. خالبی سفرova نقشه داشت این سال با پول مهاجرت فرزندان پسری خوردیش را آیله دار کند. فراگیر شدن ویروس در جهان نقشهش را به تأخیر گذاشت. حالا از معاش آموزگاری روز می گذراند. بله، فرزندی من خدمت وطن مادر کرده ایستاده است. من میخواستم که آن را خانه‌دار کنم و بودجت اویلوی ما، من کار میکنم، فرزندم کار میکند، لیکن بودجت اویلوی کمتر تنقیصی داریم و تکیه به فرزندم دارم که این برهان اقتصادی، یعنی که این وبای عصر ای بین برود تا اینکه همه فرزندان صحت سلامت به درگاه خود برگردد. خروج کرونا ویروس در سراسر جهان برنامه بسیاری از خانواده‌های تاجیک را برهم زده است. زندگی اکثر خانواده‌ها که از پول مهاجرت میچرخد، به کرانتین اعلان شدن در روسیه رنگ دیگر گرفته است. 7 نفر از خانواده محبت صادقه و هم در روسیه در کرانتین قرار دارند. روز کرانتین میگن خونه باشتیم روسیه جون، تمام قدر گپ میگن. نبیرکم مکتب با صدیق بودن و یم آنچه روز کرانتین و خونه با درس با واسطه تلفن درس دادن، درس گرفتن این معلم هاشون. مهاجران تاجیکی با سبب کرانتین در روسیه کار خود را از دست دادند، از خانواده‌های خود دیده حالی بهتر ندارند. نه
نه ارده نه یگون چی نیست در همون خونه. همین سهر زنگ زدن ای خونه گفتن خیر گفتیم که چی میکنیم ما در اینجا محکمیم نشوه که ما اینجا مثلا نه سون روی کده میتونیم نه برومده میتونیم نه کار کده میتونیم. شکره. فرزندان خانزاده امانووا با شرایط نسبتا خوب و درآمدی بیشتر در دبی زندگی میکنند، ولی چون بیکار هستند نتوانستند که برای او پول روان کنند. قریب 2 ماه شده است از بیچاره حالی روی کدگی نیست. روی کده نمیتونم برای که ممکن نیست بیرون برومده. خروج کرونا ویروس در خارج خصوصا روسیه صدها مهاجر تاجیک را هم بیکار گذاشته است. معلوم نیست که تا کی حالت کرانتین و بیکاری ادامه می کند. خانواده ها در ختلان منتظر هستند که فرزندانشان برای آنها پول فرستانند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و برنامه رو از دوشنبه پای میگیریم. در دوشنبه یک قصابخانه معاصر افتتاح شده است که یکی از طلبات آن ذبح چروای سالم بوده است. ذبحخانه را یک صاحبکار توجیک تشکیل کرده است که آن همچنین امکان پرورش و نگهداری چروای خرد و کلان را دارد. همه سال ساکنان تاجیکستان صدها هزار چروای گوناگون را برای برگزاری توی و مراسم ها و غذا ذبح میکنند. آنها میگویند در شرایط تهدید بیماری های مختلف تأسیس این گونه قصابخانه و مغازه های گوشت مطابق به طلبات بهداشتی مهم می باشد. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد. یک مرکز نوتأسیس ذبح چروا در دوشنبه به خاطر پیشگیری از بیماری‌های سرایتی چروا به انسان حرارت بدن چرپای ذبح شونده را با تپلویزور میسنجند. در صورت بلند بودن حرارت بدن چروا از ذبح آن خودداری میکنند و بیتاران ذبحگاه چروا را کرانتین و تشخیص و طبابت میکنند. این اقدام در حال انجام می شود که جهان با ویروس نوی کرونا دست به گریبان است و شیوه کرانتین کردن آدمان خیلی معروف شده است. ما هر یک حیوان کلان شاخدار را پیش از ذبح کردن حرارت بدن را سنجیده میبینیم که تو مبتلا یگان کسلی سرایت کننده نباشد. ذبحگاه نو را عمر علیماتوف یک صاحبکار تاجیک به خاطر بیرون از قلمرو شهر دوشنبه و در شرایط بهتری بهداشتی ذبح شدن چروای تجارت شونده و حیوانات ذبح شونده ساکنان پایتخت تأسیس داده است. زیرا از 2 سال قبل شهرداری ذبح چروا را در نزد بلندمنزل‌ها و شرایط خانه‌ها در حدود پایتخت ممنوع کرده است. قصاب‌ها در اینجا می‌توانند که مال‌های خود را منع کرده و یک تا در ذبحخانه کشند و به دکان‌های خود برند. چروا کمتر آمده است به ما، نه که ما آینده قوت داریم که تا 200 تا شاخدار کلان در یک روز ذبح کنیم و 1000 تا مالی میده. مؤسسان مرکز ذبح چروا حالا در شهر دوشنبه 2 مغازه فروش گوشت را تأسیس دادند. در این مغازه ها گوشت چروا در سردخانه های معاصر نگهداری و به فروش گذاشته شده است. با گفته خسروجان علیمتزاده رهبر شبکه مغازه های گوشت فروشی در شهر دوشنبه، حالا ساختمان 8 چنین مغازه های فروش گوشت چروا در قلمرو پایتخت ادامه دارد. پیشتر ما در دکان های محله 33 سودا میکردیم. خیلی در اونجا سر راه بود. اینجا خیلی محکم از وی سانیتری جوابگو می باشد. خریداران میگویند در شرایطی که تهدید مریضی های سرایتی در جهان در حال افزایش است، البته با فراهم شدن شرایط بهتری بهداشتی فروش گوشت چروا خرید را به چنین مغازه های گوشت برتری میدهند. در واقع خیلی جا توضیح شده است اما مؤسسان مرکز ذبح چروا و مغازه های گوشت برای تنظیم قیمت گوشت در پیشروی ماه شریف رمضان حدود 100 چروای کلان شاخدار از اوکراین خریداری کردند که فعلا نگهبانی می شود. ساکنان هم می توانند تا یک مدت خب بینندگان عزیز، شما می توانید تفصیلات این گزارش و خبرهای دیگر رادیو آزادی را در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب تماشا کنید و همچنین باید گویم که ما برنامه امروز را در همین جا به پایان می رسانیم و شما تا 24 ساعت آینده امکان دارید که خبرهای نو را در وبسایت رادیو آزادی از زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. همچنین آزادی ویدیو یعنی کانال مستقیم ما در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی چون همیشه دسترسند. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می شود. تا فردا خدا نگهدارد.